و لبیک حدیثش در صحیح بخاری از عبدالله بن عمر رضی الله عنه آمده است. امام بخاری میگن که حدثنا عبدالله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان تلبیة رسول الله صلی الله علیه وسلم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. امام بخاری میگن که به ما عبدالله بن یوسف گفت، به او مالک گفت، یعنی امام مالک امام دارالهجره، به او نافع گفت، نافع استاد مالک، به نافع عبدالله بن عمر گفت استادشان. این بهترین سند است، مالک نافع عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگن که کان تلبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تلبیه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با این نوع تلبیه میگفتند لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. این تلبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را حضرت جابر توحید نامیدند. در صحیح مسلم آمده است که حتی اذا استوت به ناقته علی البیداء اهل بالتوحید، حتی وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای شترشان نشستند با توحید لبیک گفتند. ببینید کلمه توحید را صحابه ها گفتند، یعنی با توحید لبیک گفتند. لبیک اللهم لبیک، پروردگارا ای الله، وقتی که تو ما را به ادای حج و عمره امر کردی، سفارش دادی، دستور دادی، ما لبیک گویان آمدیم. لا شریک لک، ما به امرهای تو لبیک میگوییم، تو شریک نداری، یعنی که دیگر یگان ذاتی نیست که به همه گفته های او ما لبیک گوییم. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك، حمد از آن تو هست، ملک از آن تو است، لا شریک لک، تو شریک نداری. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک، تو شریک نداری. یعنی حج و عمره مملوئی از توحید است، انسان را خاطر رسان به آن میکند که الله سبحانه و تعالی ذات یگانه است، حلال کننده الله است، حرام کننده الله است، حکم برارنده الله است، یگانه ذاتی که سزاواری پرستش و بندگی الله سبحانه و تعالی است. این لبیک اللهم را به نهایت زیاد و با آوازی بلند میگوید.